پیام نبض جامعه رو افاده میکنه. خیلی مثلا این جامعه در 30 سال تغییر یافت. شما اگر همین 25 پیام رو روی میز گذارید همش قیاس کنید، شما میبینید که تماما تغییر یافته است. خیلی که جامعه تغییر یافت، مسئله ها تغییر یافت، وضعیت تغییر یافت، پیام هم تغییر یافت. انا از همین رو یکی از بحث‌های کلانی که در همین ترغیبات دقت کنید همین است، چون که بسیاری ها یک گپی مشهور داره، میگه در پیام یگان گپی مهم نیست. و فقط همین میخوانیم در اینترنت میگه که در پیام فقط حسابات یگان گپی مهم نیست. چرا این گپ با وجود میاد؟ سبب این است که ما همین حدوداً از 3-4 سال پیش، از سال 2021 به یک مرحله نوی دولتداری گذشتیم. ما در 30 سال اول اساساً به مسئله های دولت سازی مشغول بودیم. یعنی با ساختاری دولت ساخته میشد، نهادش ساخته میشد، ایدئولوژی شکل میگرفت، وحدت میشد، مردم جمع میکردیم، ثبات، امنیت، سیاست خارجی شکل میدادیم. یعنی همچون دولت باید شکل میگرفت. با علاوه بر این جنگ شهروندی بود، ناآرامی بود، مسئله امنیت، مسئله ثبات، مسئله وحدت، مسئله حزب‌های سیاسی رقم 1 بود، شکل گیری نهادهای سیاسی. بنابراین اگر یک پیام سالی 2000 و 2005 و 2010 گیرید، پر از مسئله های سیاست است. این وقتی است که من این حزب من میکنیم، اجازه میتیم، وحدت را خیلی میکنیم، کماندون را آشتی میکنیم، یا که چیکار میکنیم، پارلمانی نو میسازیم. مسئله بحثی زیاد بود. اکنون ما از اون مرحله دولت سازی گذشتیم. این جای نازک شدن است. مرحله دولت سازی اجرا شد. اکنون مرحله رشد استوار سر شد. یعنی ما واضح به مرحله رشد استوار گذاشتیم. اما مرحله رشد استوار مسئله تمام دیگر داره. بنابراین این پیام‌های 3 سال اخیر را بررسی کردم. ببینید علاقه در مرکز وی نه حزب‌ها هست، نه جنجال ایدئولوژی است، نه جنجال سیاسی است، بلکه فسکی من هدف‌های استراتژی، رشد با صورت صنعتی، گذاشتن به مدل صنعتی اگراری، جلب سرمایه مستقیم، افزایش پسندازهای اهالی، حکومت الکترونی، رقمی کنونی اقتصاد، رشد انرژتیک سبز. این 18 مسئله‌ای که این موی دقیق 5 ساله رشد صنعت، فضای صاحبکاری، شغل پرمحصول. ببینید در مرکز علاقه دیگه مسئله آمدن. حتی این پیامی نوی که دیروز بود در ما اولش هم که جمله است که ما مسئله های زیرین رو در اولویت قرار دادیم. 6 مسئله تشکل اقتصادی سبز. اگر شما سال 2002 همین که پیامی بود میگفتیم اینجا جنگ رفته شده، اینجا هیچ کتی این اقتصادی سبز ولی گپش برای اقتصادی سبز، صورت بخشیدن رقمی کنونی اقتصاد، انکشاف نیروی انسانی، بلند برداشتن رقابت نوکی محصولات وطنی، تقویت امکانیت‌های صادراتی مملکت، بهتر گرداندن خدمت رسانی اجتماعی. این 6 مسئله که امسال گفت که این مسئله افضلیت نو. اگر یک پیام 2005 گیره اونجا مثلا برقراری ثبات، امنیت، کاری کمیسیون اجتماعی نه کجا. بنابراین یعنی با تغییر یافتن مرحله رشد یا که با فرا رسیدن مرحله رشد، ماهیت و مسئله های پیام تغییر می‌یابد. اکنون حاضر در مرکز پیام ایستاده است انسان، بهبودیش. او وقت در مرکز پیام نجات دولت ایستاده بود. ولی اکنون میگن دولت ساخته، تحمل کرده، بی‌برقی رو، معاشای کم رو، روزهای وزدین رو. اکنون نوبت رشد که انسان در مرکزش ایستاده است. بنابراین قریب 90% پیام ماهیت اجتماعی، اقتصادی رشد میگیرد. انا کوی آدم ایدئولوژی که ذهنش به سالهای 90 عادت کرده است، میخونه نه درباره جنجال است، نه درباره کماندون است، میگه در پیام یگان گپی مهم نیست. انا در کجا سرش؟ یعنی ذهن تحلیل از زمان قفا مونده است. برای که منظور از گپی مهم همون جنجال‌های ایدئولوژی است. چرا نیست؟ چون که خود همین مسئله حل شده است.
هنوزم انتظار که در همین پیام سالی 24 هم جنجالای سال 2002 2005 95 باشد. انا برای میگه در پیام گنگم نیست، ولی اگر همین را از نظر منفیت مردم نگاه کنیم، فرضاً بینید همین در پیام سال گذشته که با مناسبت 35 سالگی استقلال 1000 این رقم مؤسسه سوای معارف ساخته شد. 1000 از این 800 تاش قریب مکتب است، 200 تاش باغچه و مؤسسه علمیه. 1000 مؤسسه، این یک انقلاب زیرساختاری در سوای معارف میشه. مگر همین گپ مهم نیست. از همین بحث حزب و ایدئولوژی و اینا را این 1000 رو برای یک انسان مهم است که 1000 مکتب میشه. یا که مثلا اینو پیشنهاد کردن که مدل اقتصادی کشور از اگراری صنعتی و صنعتی اگراری تبدیل شود. این معناش این است که یعنی صنعت رشد داده شود و سهم صنعت در بافت اقتصادی کشور مهمتر از کشاورزی شود. بنابراین میگیم مدل صنعتی کشاورزی و میدونم ولی هر پیام در 2 پیام 3 پیام اخیر در رقم‌های کلاس تا 300 در به حساب میاریم تا 300 کارخانه صنعتی ساخته شود. مگر این مهم نیست؟ ولی برای آدمی که جنجال مهم میداند میگه در پیام یکم گپ مهم نیست. یا مثال این پیام نو دیروز گفتن که در این شهر دوشنبه 7 تا استکاده ساخته شده که مسئله تنبشری حل شود. این همی صاحب هم دیر مونده، شما هم دیر مونده، همه ما میدونیم که یک هفته اخیر همین تنبشری چقدر در گلوی همه شده است. وقتی در پیام میگه که ما میره حل میکنیم، ما هم شهروند میگم بسیار گپی میگیم. یا گفته است که در 7 سال آینده تمام راه‌های جمهوری رو با استاندارد جهانی برابر کنیم. هم که در پیام نو ما هم شهروند میگم این گپی مهم. همینجا من یک پیشنهاد دارم که همین شما خودتان هم بخشی که اینجا معیده کرده گفتم رها نمودن کشور از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل شدن اون. این نامی هدف درست دقیق گفتم. الان که در پایان همین یک روی خطی لایحه‌های راه است. فقط همین لایحه‌ها را ببینید، اگر همه این عملی شود این گپی مهم. هر یک لایحه‌ای که در اینجا نامبر شده است، یک لایحه نجات یک منطقه، آبادی یک منطقه، روی بدخشان، روی رشت، روی سریخوسور، حتی روی اسفل. بنابراین هر یک لایحه خودش یک گپی مهم. بنابراین در وقتی میرم میخونیم هیچ انصاف گفتن نمیتونه که در پیام هیچ گپ نیست. از همین رو ما در برابری رسیدن مرحله رشدی استوار باید در همین سطح فکر کنیم. البته همه دستاوردهای دوره دولت سازی مهمند، او باید حفظ شود، ولی الکی زمان دیگر شد، جامعه دیگر شد. بنابراین هنوزم در پیام‌ها کافتن جنجال و خلاصه کردن که در پیام یک گپی مهم نبوده است، این نشانه این است که اما تحلیلگر یا گوینده همین مرحله را احساس نکرد.